بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما توسط این ویدیو بیننده و شنونده برنامه ها و درخواسته های مدیریت دارالعلوم مکی افغانستان می باشید. این مرکز علمی 1 کیلومتر فاصله دارد از دروازه ورودی شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز. لله الحمد تا به امسال بیش از 400 نفر شاگرد و 18 نفر پرسنل و استادان مصروف برنامه های این مرکز علمی بوده اند. دارالعلوم مکی افغانستان کاملا مردمی و غیر انتفاعی می باشد که از ابتداء تأسیس تا به امسال تمام برنامه های این مرکز علمی توسط کمک های مخلصانه شما عزیزان و پیشرفته است. تقاضامندیم از آن برادران و خواهرانی که در گذشته با این مرکز علمی همکار بودند همکاری هایشان در آینده نیز ادامه داشته باشد و همچنین تقاضامندیم از آن عده از برادران و خواهرانی که جدیداً توسط این ویدیو آشنایی با دارالعلوم مکی افغانستان پیدا می کنند حتما در این پروسه صدقه جاریه شریک شوند. ضرورت‌های دارالعلوم مکی افغانستان در سال 1404 هجری شمسی: اول، مصارف خوراک 200 نفر شاگردان لیلیه. دوم، پرداخت تنخواه و حقوق 18 نفر پرسنل و استادان. سوم، ساخت یک باب مسجد برای دارالعلوم مکی افغانستان. چهارم، ساخت یک تعمیر برای مدرسه دخترانه. پنجم، ساخت یک وضوخانه مجهز برای برادران و همچنین ساخت یک وضوخانه مجهز برای خواهران. ششم، خریداری زمین در جوار و اطراف مدرسه جهت توسعه دهی. برادران و خواهران گرامی، برنامه ها و درخواست های مدیریت دارالعلوم مکی افغانستان را شنیدید. اگر تمام این برنامه ها را به پیش برده نمی توانید، تمام ضرورت های مدیریت دارالعلوم مکی افغانستان را به تنهایی خود نمی توانید برآورده سازید، می توانید به عنوان یک مسلمان با احساس به اندازه همان توانی که الله کریم برای شما عطا فرموده است همکاری نمایید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: احب الاعمال الی الله ادومها و ان قل. بهترین اعمال نزد الله متعال با دوامترین آنهاست گرچه کم هم باشد. عزیزان گرامی، جهت فرستادن کمک های مخلصانه خود توسط این شماره واتساپ با مدیریت دارالعلوم مکی افغانستان تماس برقرار نمایید: 0093 799 17 26 79. رب العالمین عوض کمک های شما عزیزان را در دنیا و آخرت برایتان عطا فرماید و دارالعلوم مکی افغانستان را برای هر یک من و شما صدقه جاریه گرداند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.